سلام و شبتان بخیر. به برنامه محور از طلو نیوز با من یاسر ابرار خوش آمدید. سرخط خبرها: برگزار نشدن نشست گروه‌های فنی هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه برای ششمین روز پی هم. هیئت ما در این مذاکرات به یکی از خواست‌های مهم مردم افغانستان که کاهش چشمگیر خشونت‌ها و تامین آتش بس فراگیر است پافشاری خواهد کرد. عدالت خواهی خانواده‌های دو قاضی زن که دیروز در کابل ترور شدند. از دولتی نمیگه میخوایم که از خواب بیدار شود. بچه از خواب بیدار شود. مملکت اونشو خدا بگیرم، ملت خدا اونشو خدا بگیرم. ادامه جنجال حکومت با مجلس نمایندگان بر سر طرح بودجه سال مالی 1400. مردم نان نمیافه بخوره، ابدن و گوشت قرارداد میکنن. باید یک باری بررسی شود که چی نوع گوشت است که ابدن و گوشت به قرارداد میتن. ناامنی و نابرابری جنسیتی از چالش‌های کلان در برابر دختران فعال در جامعه. و آغاز واکسیناسیون کرونا در برزیل با واکسین‌های چینی و بریتانیایی. در این برنامه به تحلیل مهمترین خبرهای امروز افغانستان می‌پردازیم. شهر کابل امروز گواه 3 انفجار بود. این انفجارها در حوزه‌های 6 و 11 امنیتی شهر کابل رخ دادند. از جان باختن 1 تن و زخمی شدن کم از کم 6 تن در این انفجارها گزارش شده است. حوزه 5 امنیتی که این روزها شب و روز آرامی ندارد، یک شنبه شب بار دیگر گواه به قتل رسیدن یک دکاندار و زخمی ساختن یک پزشک اکادمی جنرال عبدالرازق بود. تو بدر حوزه 5 توجه کنن یک کمک چی حال است. عمر حوزه تبدیل شده از 3 تا 5 آمده اوجا نتونست اینجا مقررش کرده خوینه اینجا گندگی خود کرد. اینا بدر تورود د څو کلونو رئیس 15 حوزه نسپسمه دا خوشحال خان مت کې ډیر نام نه ده. یعنی حتی موږ خپل د شپې نسو راوتلای. منابع به طلو نیوز میگویند که ناامنی ها در این بخش کابل پس از آن اوج گرفته است که کوچه ابراهیم خیل آمر پیشین حوزه 3 امنیتی پایتخت که به دلیل غفلت وظیفوی برکنار شده بود به تازگی به حیث آمر حوزه 5 گماشته شده است. بار دوم گماشتن اونها در واقعیت اشتباه آگاهانه هستند. در همین حال بامداد روز دوشنبه این موتر مربوط به وزارت مخابرات در حوزه 6 امنیتی آماج انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. مردم بسیار خسارت وارد شد دیگه، همین تخریباتش زیاد بود. از سوی هم در یک انفجار دیگر بر یک موتر کرولا عصر امروز در جاده دارالمان از مربوطات ناحیه 6 1 تن جان باخت و 1 تن دیگر زخم برداشته است. قدر با سوتو آمدیم که همین قدر چی شدیم که باید این کشور را ترک کنیم بریم. این کشور جای مسلمان، جای آدم ها نیست، جای بشر نیست. در یک رویداد دیگر در نزدیک حوزه 11 در خیرخانه موتر ابراهیم آسم یکی از بازرگانان کشور آماج انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. داخل دکان جریان کار بودیم که یکم صدا برآمد، موتر یک مقامات هدف قرار داده بود که چند لحظه بعد برآمدیم که 3 نفر زخمی برداشتن. افزایش رویدادهای ضد امنیت در پایتخت آرامش روحی شهروندان را گرفته است و ظاهرا زندگی در شهر در حدود 6 میلیونی کابل را سخت‌تر و تنگتر ساخته است. خالد نیکزاد، طلو نیوز، کابل. آقای طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در استودیو حضور دارند. آقای آریان سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. سلام به شما، سلام به همکارایتان، درود بر روی شهدای نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان و سایر شهدایی که هر روز بنا به موجودیت موج اهداف تروریستی جانهای خود از دست میتن و برای خانواده‌هایشان و برای خانواده‌های قربانی‌ها هم تسلیت عرض می‌کنم. تنها در یک روز 3 انفجار در پایتخت، کاسه صبر مردم لبریز شده. چی میکنین شما؟ متاسفانه که امروز رویداد انفجار در کابل بود. خوشبختانه 2 رویدادش تلفات نداشت. تنها رویدادی که عصر امروز به حوزه 6 اتفاق افتاد، 1 نفر شهید شده از هموطنان ما که به خانوادهشان تسلیت میگم. متاسفانه هرچند تلاش های ما روزانه بر دستگیری تروریستان، شبکه های تروریستی که فعال می باشند
شما میبینین، شما اکثر روزا خبرهایش نشر میکنین. این تلاش های ما جریان داره، ولی هنوز هم ما احساس میکنیم که تعداد از افراد که اینا عضویت شبکه‌های تروریستی را دارن فعال می باشن و قطعا ما بر شما اطمینان میتونم برای هموطنان خود که از این موج ما گذر خواهد کردیم و این افراد را یا ما سرکوب میکنیم یا دستگیر میکنیم، اما یک زمان میبره. ما بالای 200 تن از تروریستا را در ماه اخیر که اینها در ماینگذاری ها در اهداف تروریستی و ترورهای هدفمند دست داشتن دستگیر کردیم و اینا هم اکنون نزد نیروهای امنیتی افغانستان است. یک بحثی که ایجاد شده از طرف شبکه‌های تروریستی است که اینها به گروه‌های کوچک تقسیم شدن. در آخرین مورد شما آگاهی دارین که ما فاعلین قتل یوسف رشید که گرفتار بله کردیم. او رو مردم دیدن. بله شما همونطور که گفتین 10 نفر را، شما گفتین 200 نفر را بازداشت کردن، دستگیر کردن که مثلا یک شمار از یا از اعضای کاروان ابو عبیده هم بودن. اولی که به سر اینا چی آمد، این مهم است، مردم را باید بدانند. دوم، آیا شما با وجود از اینکه میدانند که اهداف نرم تهدید است و فهرست از اهداف بعدی دست پیدا کردن، من میشنوم که حتی مکتوب داده شده حتی به سخنگویان دولتی که متوجه جانای خود باشن؟ ببینید، یک خود در وضعیت جنگ و غیر عادی که تروریستا بنا به شکست و زبونی که دارن متوسل میشن به اهداف که این اهداف در جنگ هیچ تعریف نداره. اینا جزء از جنایات محسوب میشن. یک خبرنگار را هدف قرار میتن، یک فعال مدنی را هدف قرار میتن، یک زن هدف قرار میتن. توجیه از این به لحاظ جنگی، به لحاظ محاربوی قطعا جایگاه چی نداره، منطقی نداره. و منطقی چی که جایگاه از این یک نقص حقوق بشری است، جنایت ضد بشری است. افرادی را که ما بازداشت کردیم اینا گروه های کوچک و گروه های هستند که بیشتر در کابل فعال نمی باشند. اینا کسایی هستند که در حالت تردد در کابل و اطراف کابل، به ویژه در ولایت میدان وردک، در ولایت لوگر که مرکزیت فعالیت تروریستا می باشند. در برخی از حالات افرادی را که اینا در ولسوالیا برشان اهداف را تعیین میکنن، روان میکنن، اونا 1 نفر 2 نفر به یا در حد 3 نفر می باشند. نمونهش من خدمتتان میگم، گروه تروریستی موسوم به مسلمیار که در برکی برک لوگر فعال است، اونجا یک گروه 50-60 نفری هستند که تعدادی از طالبای پاکستانی هم در جمع ازیا می باشند. اینمو افرادی را که ما بازداشت کردیم، من را براتون مثال میتونم. 3 نفر که اینا به تایم های مختلف روان کرده بودن به کابل، ما وارا گرفتار کردیم. یکی تقریبا نوجوان است که برش ماین چسبکی را داده بودن که برای به یک رنجار تعبیه بکنن. ولی راه حل ازی که ما این گروه را از بین ببریم، من فکر میکنم که چون ما با حالت جنگ با متاسفانه بنا به خواست خود طالبا با این گروه قرار داریم. شما میبینین که نه تنها در لوگر، در برخی ولایات دیگه هم گروه های از طالبا فعال می باشن و ما عملا با این گروه ها در جنگ هستیم. آقای اوریان، ای که چی توجیه داره این کارهای هر کسی کاملش هست، او گپ جداست. مهم است که کاری را که میخواین انجام میتن. مردم میگن، شما در گزارش هم دیدین که به سطوح آمدن، یک شمار تا میگن به فکر ترک کشور هستن، یک شمار ترک کردن کشور. یک دو جمله که مردم امید بده چی است. شما دیروز شاهد هستین 2 قاضی زن در کابل آماج قرار گرفت. در حوزه 5 یک دکاندار آماج قرار گرفت، جان باخت. یک دکتر اکادمی جنرال عبدالرازق زخمی شد. 3 انفجار امروز اتفاق افتاد. بر راستی کاسه صبر مردم لبریز شده. چی کنن مردم؟ من فکر میکنم ابرار صاحب با درکی که نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان، سربازای قهرمان ما، نیروهای دلیر امنیتی و شجاع ما که نماندن ولسوالی‌های افغانستان برخی از ولایات سقوط کنند، نماندن که دیدی را که تروریستا در سر میپرورانند و او ای است که فشار زیاد وارد کنند، انزجار مردم را زیاد بسازند، یک تقابل اجتماع و حکومت را فراهم بسازند که به این هدف خود اونا فکر میکنن که از طریق اهداف نرم و هدف قرار دادن یک جامعه مدنی، فعال جامعه مدنی یا زن یا خبرنگار میرسن.
اما میره بر شما میگم، شما به عنوان یک خبرنگار و فعال رسانه‌ای شما میفهمین که دشمنتان طالب است. 50% رفیقایتان کشته. این درک بین مردم، بین همکارای رسانه‌ای ما، بین جامعه مدنی ما وجود داره. طالب قطعا از این طریق نمیتونه که اهداف را توجیه بکنه که او یک فاصله کلان را بین ملت و حکومت درست فراهم برای بسازه. چیزی است که شما میگن حتی شما هم تا امروز نمیدونین که برخی از همکاران ما را کی کشته، تا امروز شما نمیدونین که امای سیاوش را کی کشته. ولی روی کردش واضح است تروریستی است و چتر از زور طالبا فراهم. نه ولی شما ثابت کرده نتونستین که این کار کی کرده. به هر حال شما میدونین که اهداف نرم ترور میشن، درست است؟ مدت ها پیش آقای اول رئیس جمهور همین گپ گفت. کوچکترین کار که شما بر محافظت از اهداف نرم کردین چی بوده؟ یک لیست تقریبا دقیق شما بر شما اگر بگویم ممکن تفاوت پیدا کنه. بالای 20 الی 30 هدف نرم که سر خبرنگارا و جامعه مدنی بوده خنثی شده و این ما سر جزئیات از میایم در روزهای آینده که چگونه ما اهداف را که تروریستا میخواستن اهداف تروریستی را سرشان انجام بدن ما خنثی کردیم. موارد بسیار زیاد است. ببینید یک رویداد که اتفاق میفته هرچند قیمت خون هیچ هموطن ما توجیه نداره، قیمت خون هیچ سرباز ما، هیچ هموطن ما توجیه به کلمات نداره، اما آنچه که میره در بحث بار مطرح ساختمی است که ما در حالت جنگ مواجه با این موج، مواجه با این گروه های توریستی قرار داریم. ولی موارد بسیار زیاده بوده که ما روزانه همراهش برخورد کردیم، دستگیر کردیم، حتی سرکوبش کردیم. از رهبرای محلی القاعده شروع تا رهبرای منطقه‌ای داعش، تا قماندانای کلان طالبا، تا گروه هایی که طالبا یار تعبیه میکنن برای اهداف تروریستی. ببینید بر طالب یا بر تروریستا چی باقی مانده؟ تنها بحثی که برای از او باقی مانده که اینا در اذهان خود جای بتن و در اذهان خود تکرار بیارن، همیست که متوسل به اهداف شوند که این اهداف نه در قوانین جنگی نه در قوانین محاربوی جای داره. هدف قرار دادن یک فرد عادی که او جز قلم چیزی را نداره، کدام قهرمانی است و کدام توجیه داره که طالب یا تروریستای را انجام میده؟ وقتی ما یک کسی را دستگیر میکنیم، آقای ابرار، وقتی ما یک تروریست دستگیر میکنیم و اعتراف میکنه، خودش به زبان خود بسیار با یک ادبیات عامیانه اعتراف میکنه که بله از طرف فلان قماندان طالب بر ما وظیفه داده شده بود که بیایم آقای فلانی را تثبیت کنیم و این را ترور کنیم. این را ما که گرفتار میکنیم بسیار با آسانی خودش به اعترافات خود میگه، اما از جهت دیگه طالبا نمیپذیره که این نفرشان است. چرا این کار میکنن؟ طالبا فکر میکنن یا سایر کسایی که دست دارن در تبانی با طالبا که از این طریق اینا تکرار به اذهان غیر مستقیم شوند ولی مستقیم مسئولیت نگیرن، مثل که در 8 ماه گذشته پس از امضای موافقتنامه به ایالات متحده شما شاهد هستین هیچ هدف نرمی را طالبا مسئولیت نگرفتن. درست. و اینها جنایات از یا واضح است. شما واکنش ها را دیروز در ترور قاضی صاحبا دیدین که واکنش های جهانی بود. جهان سر از یا صدا کرده که شما این کشتارتان را بند کنید. حکومت افغانستان، نیروی امنیتی دفاعی افغانستان عملاً با اینا مقابل هستند و ما بر شما به چالش میگم، من بر شما بسیار با جرأت و با صراحت میگم که هیچ گروه تروریستی توان از این نداره که یک منطقه یا یک جغرافیای افغانستان را در تهدید طولانی مدت قرار بده. ولی شما میدانید آقای آریان هر روز داشته های افغانستان ترور میشه. آنچه که در زمین جریان داره تشدید قتل‌های زنجیره‌ای است و شما را به خوبی میدانید. جهان را نگران ساخته. دیروز در نشست تقویت اجماع برای صلح در شورای عالی مصالحه ملی نماینده‌های جهان گفتن که باید متوقف شود. شما چی کار میکنین که جلوگیری شده بتانه؟ من پیشتر از شما پرسیدم که چی کردن و حالا میپرسم قرار است چی کاری انجام بدین؟ ما هر روز نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان، سکتور امنیتی افغانستان، رهبری سکتور امنیتی کشور، سرقماندان اعلی قوای مسلح افغانستان با تلاش، با توجه و با تمرکز به
مدیریت اوضاع به لحاظ محاربه و جنگ تمام تلاشی است که دایه طالب چیزی را که ادعا میکنه او ادعایش با توجه به روی کرده و اعمال تروریستیش غلط ثابت شد و هر روز نیروهای شما در خط اول مقابله میکنن با این آدم‌ها. کلانترین تلاشی را که قوای مسلح افغانستان انجام دادن و روزانه انجام میتن که ما و شما آرام هستیم نسبتاً در پشت از این میز آزاد بحث میکنیم، جدا از بحثی که متوسل به ترورهای یا جنایات جنگی میشن. این تلاش نیروی امنیتی افغانستان است. وقتی ما آمار را بر شما گفتم بالای 200 تن از تروریستا را ما در چند ماه اخیر دستگیر کردیم، این تلاش ما را نشان میده. اگر نه طالب و سایر کسایی که با اینا تبانی دارن دلشان میخواد که اهداف بیشتر را اینا زیر نظر داشته باشن، دلشان میخواد که برخی از ولسوالای استراتژیک سقوط بدن، دلشان میخواد که برخی از ساحات و جغرافیا را زیر تسلط خود بیارن، ولی شما عملا میبینید که هیچ نوع ثبات نه در دیدگاهشان، نه در تعهدشان، نه در بحث جنگشان، نه در رویکردهای دیگهشان وجود داره. تنها بحثی را که طالب و تروریستا داره او جنایت است که توسل به جنایت محکوم است و ایره ما روزانه با این گروه با افراد مواجه هستیم. آقای طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخله، تشکر از شما. ادامه خبرها. در حالی که یک روز پس از دیدار رئیسان هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف در قطر انتظار می رفت که مذاکرات امروز آغاز شوند، اما برای ششمین روز پی هم گروه‌های فنی هیئت‌های دو طرف نشسته نداشتند. شام دیروز رئیسان هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دیدارشان بر ادامه مذاکرات و نیز توحید اجندای این مذاکرات گفتگو کردند. از سوی دیگر دبیرکل ناتو در گفتگو با رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که حضور این پیمان در افغانستان وابسته به شرایط است و نیروهای ناتو کمک به نیروهای افغان را ادامه خواهند داد. از آغاز دور دوم مذاکرات 10 روز می‌گذرد، اما هیئت‌های دو طرف تنها 3 نشست را برای توحید آژندای مذاکرات برگزار کردند. این کنکاری‌ها با واکنش رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز روبرو شده است. هیئت ما آماده مذاکره درباره هر گونه موضوعی است که از سوی طرف مقابل مطرح شود. این هیئت انعطاف پذیر و تصمیم گیرنده درباره اجندای مذاکرات است. هیئت ما در این مذاکرات به یکی از خواست‌های مهم مردم افغانستان که کاهش چشمگیر خشونت‌ها و تامین آتش بس فراگیر است پافشاری خواهد کرد. تأخیر در ترکیب آجندا، بس بی‌علاقگی هیئت طالبان، موقف‌گیری‌های مرموز، آمادگی از دو طرف برای آغاز جنگ‌های ویرانگر، نبود اجماع سیاسی داخلی، پراگندگی کار کمیته رهبری شورای عالی مصالحه در نبود طرح ملی نجات کشور مسیر دستیابی به صلح را دشوار ساخته است. پس از برگشت ملا عبدالغنی برادر و شیخ عبدالحکیم حقانی به قطر، شام روز یکشنبه رئیسان هیئت‌های دو طرف برای دوام مذاکرات نشستی را برگزار کردند. در این جلسه روی موضوعات مربوط به آجندا بحث‌های بیشتر صورت گرفت. همچنین در مورد ترتیب و تنظیم نشست‌های بعدی دو جانب صحبت شد. اما هر دو طرف تایید می‌کنند که خواست هیئت جمهوری اسلامی افغانستان برای گنجانیده شدن آتش بس در آجندای نخست مذاکرات و رد این خواست از سوی طالبان از علت‌های دانسته می‌شود که توحید آجندای مذاکرات را زمانگیر ساخته است. په اولویتونو باندې اختلاف دی. د طالبانو ترکیز په دې خبره باندې دی چې عوامل د جګړې باید په افغانستان کې ختم شي. او د حکومت د خوا غوښتنه دا ده چې اوربند طالبان اعلان کړي. دبیر کل ناتو نیز در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی اطمینان داده است که در موضع این پیمان در کار پشتیبانی از نیروهای دولتی افغانستان تغییری به میان نیامده است و حضور نیروهای این پیمان در افغانستان را وابسته به شرایط می‌داند. از سوی هم عبدالله به روز دوشنبه درباره دور دوم مذاکرات با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین دیدار کرد و هر دو طرف کاهش خشونت‌ها و تامین آتش بس را در این مذاکرات مهم دانستند. آقای دکتر مجیب الرحمن رحیمی، مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی، در استودیو حضور دارند. آقای دکتر رحیمی بسیار خوش آمدین. سلام به شما. تشکر. توحید اجندا چرا زمانگیر شده؟ در 13 روز تنها 3 نشست.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و بینندگان برنامه. روند طولانی می باشه و هنوز هم من فکر میکنم که زمان بیشتر بگیره. در بحثایی که صورت گرفته به صورت مقدماتی در 2-3 نوبت روی اولویت بندی و جمع کلیت اجندا تبادل نظر صورت گرفته. این یک قدم مثبت است. تعدادی از اعضای هیئت حضور نداشتن. حالا آخرین اطلاعاتی که من داشتم اعضای هیئت تکمیل شده و در سطح رؤسای هیئت افغانستان، هیئت طالبا و طبعا هیئت ما بیشترینشون حضور داشتن. در سطح رؤسای هیئت هم بحث و تبادل نظرهای صورت گرفته. تقریبا حدود 20 موضوع از دو طرف یا بیشتر در مرحله قبل از وقفه مطرح شده بود به عنوان قضایای که باید مورد بحث قرار بگیره. حالا در نشست‌های ابتدایی فکر میکنم این موضوعات به 6 موضوع تقسیم بندی شدن، چون میشه در محور امنیت و سیاست و توسعه و کمک‌های بین‌المللی و قضایای از قبیل مورد بحث قرار بگیرن. نفسی که نشست‌ها آغاز شده و روی تقسیم بندی اجندای بحث تبادل نظر صورت گرفته فکر میکنم یک گام مثبت است، اما من با شما موافق هستم تا هنوز پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته و گفتم میشه که هیئت طالبا بیشتر از اینکه علاقه‌مند باشه با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان ببینه، علاقه داره با آمریکایی‌ها ببینه. تنها روز شنبه هیئت طالبا 2 بار با آقای خلیلزاد جلسه داشتن. طالبا با طرف ایالات متحده آمریکا یک توافقنامه دارن و طرف ایالات متحده آمریکا به خصوص آقای خلیلزاد در حضورشان در دوحه طبعا نشست‌های با هیئت‌های دو طرف داشته و می داشته باشه و طبیعی هم هست که باید این نشست‌ها صورت بگیره تا دو طرف تشویق بکنن برای آغاز مذاکرات و پیشرفت. هیئت شما روزانه چند بار با قطری‌ها می‌بینه، با آمریکایی‌ها می‌بینه؟ من آمار دقیق ندارم، ولی بین هیئت افغانستان و آقای خلیلزاد ملاقات صورت گرفته و همچنان میان دوستایی که به عنوان میانجی و تسهیل کننده حضور دارن به شمول دولت قطر بحث‌های صورت گرفته. همونطور که شما گفتن که طالبا با آمریکایی‌ها توافقنامه دارن، طالبا در دیدارشان با آقای خلیلزاد، در دیدارهایشان با آقای خلیلزاد درباره رهایی زندانیانشان گپ زدن، درباره برداشته شدن نام‌های اعضای ارشدشان از فهرست سیاه گپ زدن. منتظر یک لیست تازه هستن از زندانی‌های طالبان؟ تا هنوز اولویت بندی مذاکرات مشخص نشده. در صحبت‌های اخیری که رئیس هیئت مذاکره کننده افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه و تعداد از دوستای بین المللی داشت و گپشانی بود که در آخر این هفته بحث‌های جدی آغاز میشه. طبعا طالبا بحث رهایی زندانی‌ها و بیرون شدن نام رهبرای خود از فهرست سیاه را مطرح میکنن، شاید به عنوان اولویت از طرف از اونها مطرح شد، اما طرف افغانستان اولویت‌های خاص خود داره و رهایی اسیرای بعدی طالبا یا گام‌های بیشتر از طرف حکومت افغانستان مشروط به گام‌های عملی و تعهد از طرف ولی ایران نه به عنوان یک اولویت در مذاکره با شما، بلکه ایران به آمریکایی‌ها گفتن. طالبا در بحثایی که داشتن در مورد رهایی زندانیایشون با شما موافق هستیم. بحث را مطرح کردن که ما با طرف ایالات متحده آمریکا توافق داشتیم و در اون توافقنامه از آزادی اسیرا صحبت شده، ما این بحث را با اونا مطرح میکنیم، اما اسیرا پیش دولت افغانستان حضور دارن و دولت افغانستان طرف اصلی این قضیه است و در رهایی اسیرای قبلی هم که با حسنیت صورت گرفت ما شاید تخلفایی بودیم که تعداد دوباره به سنگرها رفتن. این مورد که از قضایه است که باید بعد از اقدام‌ها و گام‌ها و تعهدات عملی از طرف طالبان به او پرداخت و حالا پیش از وقت است. آقای دکتر رحیمی، آقای امرالله صالح در گفتگو با BBC خطاب به آمریکایی‌ها گفته که شما می‌خواین با تروریسم مذاکره کنین، این انتخاب شماست، اما ما میگیم فریب نخورین. شما با کی مذاکره میکنین؟ طالبا تا همین لحظه‌ای که درگیر جنگ هستند و وارد صلح نشدن طبعا صفت یک گروه تروریستی را دارند. سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی جریان را به عنوان یک جریان تروریستی میشناسند. آغاز مذاکرات و بحث‌ها به این معناست که باید اینا از
عملکردها و فعالیت‌های تروریستی دست بکشن، به طرف صلح بیان، جنگ را رها بکنن، همکاری با گروه‌های تروریستی و یک فصل نوی آغاز شود. ما فعلا با یک گروهی در حال مذاکره هستیم که عملاً با ما در حال جنگ هستند. اونایی میگفتن که ما با متجاوزین و با کفار در جنگ هستیم، حالا با متجاوزین و کفار به قول اونا صلح کردن، در آشتی به سر میبرن. درست. و با مردم افغانستان در جنگ هستند، کسایی که مدعی بودن که مرجعیت اونا کتاب خدا و سنت پیغمبر است، حالا مرجعیتشون توافقنامهشون با ایالات متحده آمریکاست. اینا بازی‌های چندگانه‌ای هست که از آدرس دین و از آدرس اسلام در این جامعه از طرف اینا صورت گرفته و مردم هم آرام آرام با این واقعیت‌ها در حال آشنا شدن هستند. آقای مایکل سمپل، استاد دانشگاه کوینز بلفاست، میگه که طالبان در هر جای میگن که ما همه چیز را از امریکایی‌ها گرفتیم ولی هیچ چیز به امریکایی‌ها ندادیم. ما هنر معامله را بلد هستیم. شما چقدر هنر معامله را میدانید که فریب نخورین؟ خب اگر معنای هنر معامله قتل عام مردم و ادامه جنایت‌ها و خشونت‌ها باشه، متاسفانه این نمیشه هنر و معامله نامید. اداره فعلی ایالات متحده آمریکا که دوران حضورشان هم بسیار کوتاه باقی مانده، تصمیم گرفتن، وارد مذاکرات شدن، بحث‌های کردن. اما طرف ایالات متحده آمریکا حرفشون نیسته که توافقنامه‌ای که با طالبان امضا کردن، بحثایی که با طرف طالبان داشتن مشروط است. بله، اگر بعد از وقفه ادامه بدیم، تشکر. ادامه برنامه را پس از وقفه ببینید. به ادامه محور خوش آمده. آقای دکتر رحیمی درباره هنر معامله میگفتن. طالبان مدعی هستند که دستاوردهایی داشتن. طرف ایالات متحده آمریکا هم تاکیدش است که توافقنامه‌شون با طالبان مشروط است. اگر طالبان گام‌های را بردارن و این منتهی به یافتن یک راه حل سیاسی مورد قبول برای مردم افغانستان، برای حکومت، برای تحریک طالبان و منطقه باشه، طبعا اونا با تعهدشون با طالبان پابند میمونن. ولی اگر طالبان در مسیر مذاکره و تعهداتی که کردن پابند نباشن، طبعا ایالات متحده آمریکا طور دیگه تصمیم خواهد گرفت. اینا شرایطی است که از اون طرف هم هست. اما طبعا در جریان مذاکرات میپذیریم که برای طالبان امتیازات داده شده که باید داده نمیشه. درست. جدا از معامله و مذاکره، آیا یک طرح آماده شده حکومت موقت وجود داره؟ من خدمت شما گفتم که تا هنوز روی اولویت بندی اجندای مذاکرات بحث جریان داره. بحث مشارکت سیاسی و بحث آینده سیاسی یکی از قضایای مهم در مذاکرات می باشه. اما تا همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم به این موضوع نرسیدیم. هیچ پیشنویسی از جانب هیچ کسی؟ نه، هیچ پیشنویسی و طرح مدون که مطرح شده باشه بین دو طرف، تبادله صورت گرفته باشه، روی بحث شده باشه تا هنوز وجود نداره. اما یکی از محورهای اساسی هست که باید به او برسیم و بحث صورت بگیره. آقای خلیلزاد در سفر 12 روز پیشش به کابل، آیا با کسی از جمله رئیس شورای عالی مصالحه درباره ایجاد حکومت موقت گپ زده؟ آقای خلیلزاد در سفر که به کابل داشتن با رئیس شورای عالی مصالحه و با دیگر رهبران افغانستان در مورد گام‌های بعدی که باید برداشته شود دیدگاهی را مطرح کردند. اما آقای خلیلزاد در سفر شدن کدام طرح مدونی را در مورد حکومت موقت یا نقشه سیاسی به کسی را نکردند. آقای رحیمی، طالبان به تصاحب قدرت سیاسی نزدیک شدن یا به شریک شدن در قدرت سیاسی؟ افغانستان امروز یک افغانستان متفاوت است. نهادهای دولتی، ارتش افغانستان، نیروهای امنیتی ما، ساختار نظامی که شکل گرفته، کسانی که در سایه جمهوریت زندگی میکنن، مبنا به این نیست که کسی بیاید قدرت را تصاحب بکنه. یک جنگ دوامدار در افغانستان متاسفانه برای یک مدت طولانی بلاوقفه و با گرفتن قربانی ادامه داره. بحثی است که چگونه ما میتونیم با کمک جامعه بین المللی، کشورهای منطقه و تغییراتی که آمده جنگ را خاتمه ببخشیم و گام‌های عملی برای صلح و آشتی و اعمار و بازسازی افغانستان برداریم. شاید عده‌ای از روی جهالت و نفهمی، شاید عده‌ای به اثر دیدگاه‌های ایدئولوژیک و بسیار تند طور دیگه فکر بکنن. اما تجربه نشان داده و
بسیار مشخص هم هست، یعنی اظهر من الشمس است که کسی نمیتونه در افغانستان قدرت را غصب بکنه، تصاحب بکنه یا با دیدگاه‌های بسیار ارتجاعی و قهقرایی در مرحله که ما زندگی میکنیم بیاید بالای مردم حکومت بکنه. این تجربه ناکام بوده. تمام بحث است که ما با یک درک جدید و یک فهم جدید از واقعیت‌های جامعه خود، از واقعیت‌های منطقه و بین المللی به یک توافقای برسیم و در کنار هم دیگر با ترک خشونت و جنگ برای افکار و ایده های خود به صورت مسالمت آمیز مبارزه بکنیم. این مبناست. مبنایی نیست که کسی آماده تصاحب قدرت شده باشه. درست. در دیدار 90 دقیقه‌ای شام دیروز رئیسای دو هیئت چی گذشت؟ در شورای عالی مصالحه ملی یک کمیسیونی هست به نام کمیسیون امور منطقه‌ای و بین المللی. این دومین نشستی بود که به میزبانی این کمیسیون دایر میشد. این کمیسیون به همکاری شورای عالی مصالحه با حضور وزارت امور خارجه افغانستان، وزارت دولت در امور صلح و همچنان رئیس هیئت مذاکره ماهانه جلساتی می داشته باشه با تمام دوستای بین المللی و سفرا، نمایندگان سازمان‌های بین المللی که در کابل حضور دارند و نهادهایی که در سطح بین المللی با قضیه افغانستان دخیل هستند. این دومین نشست این کمیسیون بود و نشست به ریاست رئیس شورای عالی مصالحه دایر شد. 3 محور داشت تقریبا. در قدم اول رئیس شورای عالی مصالحه صحبت‌های کوتاهی داشتن و مبنای کاری است که باید طرف افغانستان با دوستای بین المللی آخرین تحولات و دیدگاه‌ها و پیشرفت‌ها در مورد صلح را مطرح بکنه که این موضوعات هم از طرف رئیس شورای عالی مصالحه، از طرف وزیر دولت و از طرف آقای استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده به صورت مفصل مطرح شد که در جریان 1 ماه گذشته چی کارهای صورت گرفته. در قدم دوم دوستای بین المللی به نوبت صحبت داشتن، تعداد زیادشون، و دیدگاهشون در مورد تلاش‌های صلح، آغاز دور دوم مذاکرات و همچنان بحث ادامه خشونت‌ها مطرح کردن. اگر من حرفا رو خلاصه بکنم، دوستای بین المللی به صورت متحدانه و یک صدا از تلاش‌های صلح حمایت کردن، گفتن که راه حل یافتن یک راه حل سیاسی است. دو، خواهان آتش بس شدن. 3 قتل‌های زنجیره‌ای و هدفمند در کابل و در افغانستان را به شدت محکوم کردن، گفتن که قابل قبول نیست به هر قیمتی که میشه باید ادامه پیدا بکنه، خلاف تمام ارزش‌های انسانی و غیره است. و در اخیر هم خواهان اتحاد و وحدت جامعه جهانی در پیام رساندن به طالبان و حمایت از دولت افغانستان. درست. این از نشست تقویت اجماع برای صلح، ولی ما مشخصا میخوایم درباره نشستی که دیروز بین رئیسای دو هیئت مذاکره کننده در دوحه برای 90 دقیقه برگزار شد بدانم شما چی میدانین در مورد این ملاقات هم تا جایی که من معلومات دارم در مورد توافق روی اجندا یا توحید اجندا صورت گرفته. طبعا در نشست ها تنش های وجود داره. طرف طالبا آمادگی خوب برای مذاکرات و بحث نشان ندادن و نمیتن. با این مشکلات را گاه داشتیم، هنوز هم این مشکلات مطرح هست. اما محور اصلی بحث مطوری که من اشاره کردم جنبندی اجندای مذاکرات است. چگونه موضوعاتی که از دو طرف در مرحله پیش از وقفه مطرح شده بود اینا توحید شوند. برای ما یک قضیه اولویت است. شاید برای طرف طالبان قضیه متفاوتی در اولویت قرار داشته باشه. چگونه اولویت بندی ها صورت بگیره و به اساس طرز العملی که روش توافق صورت گرفته مذاکرات آغاز شد. بحثا بیشتر در این محورها صورت. ولی آیا میشه گفت که روحیه مجلس طوری بوده که برداشت کنیم که طالب هنوز به مذاکره فکر میکنه یا نه طالب به جنگ فکر میکنه؟ نفسی که در قطر حضور دارن و روی طرز العمل توافق کردن و حالا هم آمادگی نشان میتن امیدوار کننده است، ولی ما شاهد ازی بودیم که طرف طالبان متاسفانه در مذاکرات انعطاف لازم را گاهی نشان نمید. چهارشنبه 20 جنوری 2021 روز تحلیف جو بایدن، روز شدت گرفتن روند صلح افغانستان خواهد بود؟
یک نقطه عطف در بحث مذاکرات صلح و در چگونگی شکلگیری سیاست اداره جدید ایالات متحده آمریکا هست. روز مهمی است، توقعات و دیدگاه‌های متفاوتی در مورد این روز وجود داره. ما امیدوار هستیم که تاثیرات مثبت بالای روند مردم سالاری، تحکیم دموکراسی، ادامه وضعیت و ادامه همکاری‌های استراتژیک بین جامعه بین المللی و افغانستان داشته باشه و همچنان تاثیر مثبت بالای مذاکرات که فعلا جریان داره، چون طرف افغانستان واقعا آماده است که بحران را با استفاده از مذاکره و یافتن راه حل سیاسی پایان بده. با عنوان آخرین پرسش، طالبا به BBC گفتن که اگر طبق توافق امریکا با این گروه تا بهار سال آینده خورشیدی، یعنی تا 3 ماه و 13 روز دیگه، تا ماه می، امریکایی‌ها افغانستان را ترک نکنن، اونا حمله به نیروهای بین‌المللی را مسخر میگیرن. تا ماه می شما وضعیت را خونبارتر از امروز میبینید؟ امروز رئیس ناتو هم با رئیس جمهور تلفنی صحبت داشته و صحبت‌های هم از طرف مقامات ایالات متحده آمریکا که صورت گرفته. تاکید است که توافق اونا با طالبان یک توافق مشروط است. اگر طالبان به تعهداتشان عمل کردن، طبعا پیشرفت‌های خوبی صورت میگیره و اگر به این توافقات پابند نمانند، جامعه بین المللی هم در تعهدات خود تجدید نظر میکنند. ما امیدوار هستیم، بالاخره یک بحث امیدواری است که طالبان از قتل و خونریزی دست بکشن و ما به سلسله قتل‌های هدفمند، هدف قرار دادن مردم ملکی و ویران کردن کشور ملک خودمان پایان بدیم و بریم به طرف تفاهم. اما علائم نشان میده که آمادگی ها برای جنگ و درگیری هم در صورت ناکامی مذاکرات وجود داره. ما امیدوار هستیم که بهار امسال با خبرهای خوش و خبر صلح آغاز شود، نه با خبرهای ادامه جنگ. دکتر مجیب الرحمن رحیمی، مشاور ارشد شورای عالی مصالح ملی، تشکر از حضورتون. و ادامه خبرها. در ادامه جنجال حکومت و مجلس نمایندگان بر سر بودجه سال مالی 1400، برخی از نمایندگان خواهان دیدار و گفتگو با رئیس جمهور غنی برای حل این مشکل هستند، اما شمار دیگری از نمایندگان میگن که پس از تماس‌ها از ارگ ریاست جمهوری، شماری از همکارانشان برخلاف منافع ملی از خواست‌های عدالت‌خواهانه‌شان در سند بودجه عقب نشینی میکنند. از سوی دیگر، رئیس کمیسیون امور امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگوید که اداره امور ریاست جمهوری 30 میلیون دلار را برای هزینه ترکاری نهاد درخواست کرده است. یک ماه از سال مالی 1400 میگذرد، اما جنجال مجلس با حکومت بر سر بودجه سال نو پایان نیافته است. که تعادل و نساتل شي، د وکیل عزت و نشي او د بودیجه تقسیم په عادلانه توګه د ولایاتو ترمنځ ترسره نشي، دا بودیجه بردیږي. یک هیئت باید تعیین کنیم که رئیس جمهور هم بشینیم در ارتباط بودجه ملی است برای کل افغانستان است. برخی دیگر از قانونگذاران میگن که ممکن است برخی از همکارانشان از خواست ایجاد توازن در سند بودجه بگذرند. کسایی که در روز اول از همه کرده صدای خود را بلند میکرد که باید معاشات مامورین کشور یکسان باشه، امروز به یک نحوی اراده ارگ را توجیه میکنند. رئیس مجلس نمایندگان میگوید که یگانه خواست این مجلس تحقق خواستهای مردم است. افزایش معاشات حق مشروع مردم است. کجا این اقدام غیر ملی و دشمنی با حکومت است؟ از سوی دیگر رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس میگوید اداره امور در یک مورد 30 میلیون دلار را برای ترکاری خواسته است و نیز 17 گونه گوشت فرمایش داده است. مردم نان نمیافه بخوره، ابدن و گوشت قرارداد میکنن. باید یک باری بررسی شود که چی نوع گوشت است که ابدن و گوشت به قرارداد میتن. 30 میلیون دلار تنها ترکاری بابی از اینا است. یکی از آجنداهای دیگر امروز مجلس نمایندگان ارائه گزارش از کدهای 91 و 92 سال 1398 بود. دبیر کمیسیون مالی و بودجه میگوید که در هزینه برگزاری لوی جرگه سال 1398 و سال 1399 بیش از 30 میلیون تفاوت وجود دارد.
مبلغ 409 میلیون افغانی مصارف لوی مشورتی که جالب است در سال 1399 با عین کمیت این مبلغ به 120 میلیون افغانی تنقیص شده. هر آنچه که به خاطر بهبود بودجه باشه ما او کار انجام میتیم، ولی تطبیق 100% تمام از این پیشنهادات ممکن نیست. بر بنیاد اصول کاری مجلس نمایندگان، شورای ملی تا 2 روز دیگر باید به تعطیلات زمستانی برود. اما رئیس مجلس نمایندگان میگوید تا روشن نشدن سرنوشت بودجه اعضای مجلس به کارهایشان ادامه خواهند داد. آقای صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان در استودیو حضور دارند. آقای عثمانی سلام به شما، بسیار خوش آمدید. شما زنده باشید. تشکر. سلام ما عرض می‌کنم. مسوده بودجه 1400 یک مسوده معیوب است، یک مسوده حیف و میل است، یا به راستی مسوده بودجه در کشور فقیر؟ بسیار تشکر. بحث بودجه خود در اواخر در ولسی جرگه و در بین رسانه ها و حکومت بسیار داغ است و یک سند خیلی مهم است. بحث دو قسمت داره. قسمت دوم گپ صحبت است که شما کردید که عیب و نقص و غیره است، ولی قسمت اصلی گپ اختلاف بر سر قبضه کردن صلاحیت است. درست. جالب حکومت بسیار تلاش میکنه تا صلاحیت‌هایی را که قانون اساسی به ولسی جرگه داده اونمو صلاحیت‌ها را قبضه کنه و ولسی جرگه را به یک مجلس تصمیم گیرنده نه به یک مجلس مشورتی تبدیل کنه. اختلاف اصلی بین ولسی جرگه و حکومت بر سر اینمی تصمیم است. گپ اصلی امی است. اگر احیانا ولسی جرگه از این موقفی که داره عقب نشینی کنه، معنای از این میته که برای ابد ما اختیارات ولسی جرگه را به جانب حکومت دادیم. به این دلیل کمیسیون مالی و بودجه و در این زمان مجلس و رئیس مجلس در مقابل تصمیم حکومت از خود مقاومت نشان میده. گپ اصلی ای است. درست. بله. به همکاران شما ما میشنیم که از ارگ تماس میشه، تماس دریافت میکنه همکاران شما. چی گفته میشه در تماس ها؟ در تاریخ نمیفهم 14 سال شد که ما عضو کمیسیون مالی و بودجه، رئیس کمیسیون مالی و بودجه بودیم و هستم. هیچگاه حکومت، منظورم از حکومت سطح بالای حکومت است که اطراف رئیس جمهور است، در بحث بودجه مداخله نداشت و همیشه اختلافات ما بین ولسی جرگه و بین وزارت مالیه اگر وجود هم داشت در نتیجه تفاهم و مذاکره یل میشد. ولی این بار مسئولیت تصویب بودجه را به عوض وزارت مالیه، اما قسمی که شما گفتید، ارگ و شورای امنیت و ریاست اداره امور و امی ادارات دولتی به عهده داره. بنابراین تماس ها بدون شک وجود داره که البته استثناءات هم وجود داره که ما و یک تعداد به ما تماس گرفته نشده و همیشه تلاشی است که بودجه را به همین شکلی که شما گفتید ناقص و معیوب این را به تصویب برسانند. درست. آیا شما دیدار با رئیس جمهور را درباره سند بودجه سودمند میدونید؟ بودجه را ترتیب کنندش حکومت است. من میگم رئیس جمهور است، حکومت است، وزارت مالیه است و تصمیم گیرنده در مورد بودجه ولسی جرگه است. حکومت به این باور است که ولسی جرگه فقط صلاحیت رد یا تایید داره. ولی ما موادی از قانون اساسی را اینجا یادداشت کردیم که برای شما اون ما میخوانم به خاطر از اینکه جملات درج قانون اساسی را براتون بگویم. ماده 91 قانون اساسی ولسی جرگه دارای صلاحیت‌های اختصاصی ذیل می باشد. او صلاحیت‌ها دو قسمتش میگم. فقره 2 اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام‌های انکشافی و بودجه دولتی است. اتخاذ تصمیم. بله. ولی فقره 3 میگه که تایید یا رد مقرری‌ها مطابق به احکام این قانون اساسی. اگر منظور از تصمیم در مورد ولسی جرگه در مورد بودجه تایید یا رد می بود، باید مثل فقره 3 در اونجا نوشته می شد که تایید یا رد بودجه. صراحت می داشت. معلوم دار است که تایید یا رد
با اتخاذ تصمیم فرق داره. رئیس جمهور برش اطلاعات نادرست دادند یا کسی که برش مشوره میده، در اینجا بین تایید و رد و اتخاذ تصمیم یا فرق قائل نیستند، در حالی که ما تاکید میکنیم که بین اتخاذ تصمیم و تایید یا رد فرق وجود داره. در تایید رد خاموش که یا میگی قبول دارم یا ندارم، ولی در اتخاذ تصمیم در اونجا در تصامیم شریک میشی، نظریات میتی، کم میکنی، زیاد میکنی، ولی ما مستقیما این در سند اعمال نمیکنیم. تمام نظریات خود از طریق حکومت شامل سند بودجه میکنیم و اون نظریات شما تصمیم است و نهایی است، باید شامل شود. و نظریات ما باید شامل شود. بعد از شامل شدن باز طبعا کمیسیون زیربط و مجلس عمومی با تایید بودجه نظر موافق میده. درست. آیا هیچ عقب نشینی نخواهید داشت رسیدگی به همین 19 مورد و اون مورد کلان را که شما میگین بر شما شرط است، هیچ انعطاف پذیری وجود نداره؟ ما در مورد 19 مورد وقت صحبت میکنیم که جانب حکومت بپذیره ماده 92-91 قانون اساسی را و فقره دومشه. اگر او را بپذیره باز نقاط نظر ما میشه نزدیک شود. همین مورد است همین موردی که من گفتم. اگر این نمیپذیره معنای را میده که فقط شما کارت بالا کنید، یا سبز یا سرخ. ما ناگزیر هستیم تا زمانی که حکومت در این مورد با ما تفاهم نکنه ما کارت ما سرخ خواهد بود. درست. ولی آنچه که مردم میبینن تأخیر است در تایید بودجه که مسلما روی وضعیت تاثیر میگذاره در کشور و شما میدانین که ممکن است مردم آسیب ببینن، چی راه حل متصور است؟ اول خب بودجه مطابق با قوانینی که ما داریم 45 روز قبل از ختم سال مالی به ولوسی جرگه بیاید، ولی 45 روز بعد نه، 45 روز قبل نه، با 32 روز تاخیر به ولوسی جرگه آمده، یعنی در عبده قوس آمده. 17 روز خود تاخیر و جمع 15 روز دیگه 32 روز تاخیرش به دوش مسئولیتش متوجه جانب حکومت است. قسمت اول گپ. قسمت دوم تصمیمی که ما میگیریم باید دیدگاه های ما داخل سند باشه، ولی تاخیر در تصمیم بودجه پروگرام های روزمره حکومت هیچ نوع بالاش تاثیر نداره. بر از این قانون اساسی افغانستان حکم میکنه تا زمانی که بودجه تصویب نمیشه یک فرمول است، به اساس فرمول 1/12 حکومت باید مصارف خود کنه، معاشات بده، مشکلاتش برای مردم پیدا شده نمیتونه. ولی اگر حکومت اتو وانمود کنه که گویا بودجه تصویب نشده و ما معاش داده نمیتونیم، معنای را میده که یکی از مواد قانون اساسی را حکومت که ماده 98 است. یکی از مواد است، من خودم ماده انیال بیادم نیست. بله ماده 98. خب یک مسئله بسیار مهمه که من میدانم مردم میخواین او باره از شما بپرسم، طرح یکسانسازی معاشات است که بسیار سر و صدا ایجاد کرده و حکومت میگه بالاتر از توان ماست. ما یک کمی فرق میکنه دید ما با دیگران. یکسانسازی کار مشکل است، یعنی معاش بالا را بیاری پایین یا بالا را پایین ببری به اون سطحی که به بالا برابر شود، ولی یک نوع توازن و تعادل در معاشات باید ایجاد شود، مخصوصا در بخش خدمات ملکی. خدمات ملکی ما 8 بست داره. این 8 بست کمترینش اجیر است که بست 8م است و زیادترینش بست اول است که رئیسای ادارات است. کمترین از این 5000 افغانی است. ما همین قانون در سال 87 ما تصویب کردیم، ولی از سال 87 تا حدود 13 سال میگذره. در 13 سال ما نتوانستیم که این تغییر بیاریم و همیشه در بحث بودجه ما را بلند میکنیم. حکومت به ما وعده میده که ما طرح زیر روی دست داریم، ما برنامه داریم، ما پروگرام داریم. ما میگیم که طرح جدیدی که ما امروز در کمیسیون بحث کردیم است که حداقلش فعلا ما در بخش خدمات ملکی که شامل اجیر است، معلم است، مامور است، مامورین بستای پایین است، به اینا باید یک راه حل در همین سند بودجه پیدا شود تا ما بتونیم یک قدم نزدیک شویم به تفاهم با جانب حکومت. ولی این ما کرده نمیتونیم،
چرا که در امور مالی و بودجه معمولا طرح از جانب حکومت میاد. ما حکومت تا زمان تحت فشار قرار میتیم که اینمی تفاهم همراه ما بکنه و یک تعدیل در قانون و یا در طرز العمل بودجه اینمی را پیش بینی کنن، یک مقدار پول جابجایی شود تا امی تغییرات در معاشات به وجود بیاید تا آسیب پذیرترین قشر جامعه بتونه از او استفاده کنند. درست. ولی شما میدانید که ریاست جمهوری میگه که 3 ماه پیش رئیس جمهور بود که در نشست کابینه روی طرح یکسانسازی معاشات گپ زد و گپ تازه که امروز است این است که وزارت مالیه ارزیابی کنه. یک خبر خوش است؟ او بحث را که پیشتر گفتی 3 ماه پیش جانب حکومت و رئیس صاحب گفته اگر گفته باشند و کار در جریان انداخته باشند مربوط به خودشان است. ولی این گپی است که بر رسانه میگن. گپی را که محیط صاحب مالی دیروز با ما گفت و که ما اینمی امکانات نداریم و پیشبینی ما 12 میلیارد افغانی در سال است. اگر ما 12 میلیارد افغانی در سال در بودجه داشته باشیم و در بخش خدمات ملکی جابجایی کنیم بین 2 تا 3 هزار افغانی ما میتونیم که تغییر در معاشات بیاریم. ولی دلایل دیگه را اونا میگن که ممکن نیست، پول پیدا کردن نمیتونیم، سر معاشات تقاعد تاثیر میکنه، فشار مالی زیاد بالای حکومت وارد میشه که البته این برای ما قابل قبول نیست و ما توقع داریم که اینمی تغییرات باید بیاید. درست. داستان 30 میلیون دلار به ترکاری و ابدن و گوشت چی است؟ ما صحبت شنیدم از جناب رضایی صاحب. البته ابدن و گوشت خو طبعا وقتی که ادعا میکنه طبعا قراردادی است و به اساس قرارداد ممکن است کمی گپ باشه، ولی احتمال داره، من برداشت خودم است که نشه ما با تضاد بیایم با جناب وکیل صاحب، شاید 30 میلیون افغانی باشه احتمالاً. چرا 30 میلیون دلار که ما ضرب تقسیم کنیم بسیار یک عدد بسیار کلان می آید، در حدود 2 چند میلیارد افغانی میشه یا 3 میلیارد افغانی میشه که بسیار بالاست. شاید 30 میلیون افغانی باشه احتمال داره. بله، شما شخصا خودتون یک چنین چیزی را ملاحظه نکردید؟ ما ندیدیم خودم این سند. با آخرین پرسش خواهشمانی برخی از اعضای مجلس نمایندگان، برخی از همصنفی های شما در پارلمان میگن که ای پافشاری به خاطر پروژه شخصی و کلاس بخاطر دمون نقطه ما صحبت میکنم. اول خو وکیل پروژه شخصی نداره، نه در خانه خود، نه در باغ خود، نه در زمین خود، نه در قریه خود سرک میبره یا مسجد و مکتب آباد میکنه. معمولا به وکلا در جریان سال تعدادی از مردم شکایت میکنه که به طور مثال در فلان قریه ما شبکه آبرسانی کار داریم. بله. امروز دسترسی به آب یک ضرورت بسیار مهم و حیاتی است. علما را در سند بودجه ما جابجایی نمیکنیم، اشتباه میکنن. ما جانب حکومت و وزارت مالیه همراه صحبت میکنیم که این یکی از پروژه های حیاتی است و جابجایی در سند بودجه خیلی مهم است. ما برای شخص رئیس صاحب جمهور در یکی از جلسات شورای اقتصادی گفتم که پروژه هایی را که ما پیشنهاد میکنیم حاکمیت دولتی را در قریجات اونمو پروژه نشان میده. وقتی شما در دورترین نقطه بدخشان یک پروژه را تطبیق میکنید، مردم قریه در بدخشان میبینه که حکومت وجود داره و پروژه انکشافی را تطبیق میکنه. آقای صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان، تشکر از شما. بسیار مهم بود. سلامت باشید. برزیل شهروندان این کشور را با واکسین های تولید شده چین و بریتانیا در برابر ویروس کرونا واکسین میکند. مقام های بهداشتی در برزیل از اعطای مجوز اضطراری به واکسین تولید شده چین و واکسین که به طور مشترک از سوی بریتانیا و سویدن تولید شده است خبر میدهند. سپاسگزار همراهیتان با برنامه محور. شبتان بخیر.